ضمیر یا هدف از وضع ضمیر ای است که از آن جهت وضع شده که از تکرار اسم جلوگیری کنه، از تکرار اسم جلوگیری بکنه و همان طوری که از اسمش برمی آید از طولانی شدن جمله به اثر تکرار جلوگیری میکنه. نمیخواه که جمله تکرار 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 بیاید، جلوگیری میکنه. بیایم در قرآن مثال از را ببینیم. قرآن کریم در سوره احزاب آیه 35 میگه بسم الله الرحمن الرحیم. خوب سعی کنین. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. مسلمین یکی، مسلمات دو، حساب کرده برو. مؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله كثيرا والذاکرات. این قدر جمله طولانی شد. پس اینمی کل ازیره در یک ضمیر مختصر میکنه. میگه که اعد الله لهم. پس بلهم بسه حرف لهم. در اینجا خوب سعی کنین. مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، قانتین قانتات، صادقین صادقات، صابرین صابرات، خاشعین خاشعات تا آخرش. میگه اعد الله، آماده کرده الله بکی لهم، بینمی گروه هایی که پیش تیر شد. پیش تیر شد 10 جفت است، 20 طاق. 20 طاق کل ازیره. اگر الله میگه که اعد الله للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، چقدر جمله دراز میشد. 3 خط دیگه پس جمله میشد. اما کلش فقط به 3 حرف خلاصه کرد که اعد الله لهم. پس هدف از ضمیر اختصار هست، کوچک کردن است، مفهوم دادن جمله ها یا مسمای خود یا اسمای خود با یک ضمیری که یا متکلم هست یا غایب هست و یا هم مخاطب. پس اینجا فقط هم لهم هم نه، هم با ها و میم امی غایب به ایشان هست. الله به ایشان آماده کرده. با 2 حرف نیابت از 20 کلمه کرد. از 20 کلمه کرد. مرجع ضمیر پس مثل که در تعریف ذکر شد، مرجع ضمیر 3 تا هست. یکی ضمیر متکلم انا و نحن. یکی ضمیر مخاطب مثل انت انتم و انتم، انت انتم و انتن که 3 تاش مذکر، 3 تاش هم غایب، 3 تاش ببخشید مؤنث. و ضمیر غایب هو هما هم، هی هما هن. پس بسی نوع است. یا متکلم هست که از خود صحبت میکنه، یا مخاطب است که از تو صحبت میکنه از طرف مقابل، و یا هم غایب است که کسی که فعلا وجود نداره از او صحبت میکنه. ضمیر متکلم و مخاطب احتیاج به مرجع لفظی نداره. اینمی نکاتی هست که ما میخوایم در ضمیر بفهمیم. ضمیر متکلم که خودم میگه و مخاطب که روبروی خود را میگه، این احتیاط به مرجع لفظی نداره که لفظ در اونجا ذکر باشه باز اینجا ضمیر بیاری به او بر بگرده و آنها را در حالت گفتگو مشاهده و محسوس باشه، نه دوباره ظاهرا لفظیش ذکر نمی باشه. اما ضمیر غایب اینطور نیست. احتیاج به مرجع لفظی داره. وقتی که هو می آید، هی می آید، هما می آید، هم می آید و هن می آید، این خامخا محتاج است که مرجع لفظی داشته باشه که ضمیر به کی برمیگردانی، به کدام لفظ، چه قسم، در کجا، مربوط به کی هست.
زیرا بدون مرجع مقصود از او مشخص نمیشه و در اینجا فقط در مورد مرجع ضمیر غائب بحث میشه، چون به خاطر که این مرجع نداره، مرجع لفظیش باید حتمی ذکر باشه. و مرجع ضمیر از او که در رتبه و در لفظ مقدم باشه و لفظ ضمیر باشه که از این حالت سه حالت دیگه منشعب میشه. از این حالت سه حالت دیگه، از ضمیر غائب سه حالت دیگه برمیاد. الف ب جیم، الف با جیم. سه حالت ما از ضمیر غائب که مرجع لفظی داشته باشه میفهمیم. چند حالته؟ سه حالت و هر کدام از این در قرآن کریم مثال داره. خواه الف ممکن است که مرجع ضمیر در رتبه متقدم ولی در لفظ متأخر باشد. ممکن است مرجع ضمیر امو که ضمیر ما به او بر میگردانیم که مربوط چی هست، الفمی که میشه در رتبه پیش ذکر شده باشه، متقدم یعنی پیش باشه، ولی در لفظ پسان آمده باشه، متأخر باشه. آیا مثالش هست؟ بله مثالش در قرآن است. این کل خدمت که علما کرده به می خاطر که مثالای قرآنی در این واضح شود. در سوره طه آیه 67 الله عزوجل میگه که فاوجس فی نفسه خیفة موسی، فاوجس فی نفسه خیفة موسی، الله انداخت فی نفسه در نفس، در هنگامی که موسی آمد روبرو شد، در نفس از او خیفه افتید، ترس افتید. پس گپ در ایست که فی نفسه، نفس هی، اینی هی که هو است اصل، ای بر میگرده به موسی و مرجع ضمیر خو باید پیش باشه، ولی در اینجا ظاهرا لفظا متأخر هست، خود در رتبه متقدم است. یعنی اینطور میگه که فاوجس موسی فی نفسه خیفة، در نفس موسی افتید ترس، بیم، لرز. وقتی که احساس اندک هراس کرد، ترس کرد، بیم کرد، میبینیم که ضمیر ها در نفسه به لفظ موسی یعنی به اسم موسی برمیگرده تا بعد از اینکه قرار داره. اما لکن فاعل بودن کلمه موسی برای فعل اوجسه سبب شده که در رتبه قبل از ضمیر باشد، و این امر به اتفاق علمای نحو و صرف و بلاغت جایز است. درست شد؟ با حالت دوم ممکن است که مرجع ضمیر در لفظ متقدم و در رتبه متأخر باشد. ممکن است که مرجع ضمیر در لفظ متقدم پیش باشه و در رتبه در مرتبه متأخر باشه، پسان باشه. مثال داریم؟ بله. و اذ یاد کو، آیه سوره بقره آیه 124. و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. یاد کنین وقت را که ابتلا ابراهیم ربه، ابتلا کرد ابراهیم علیه السلام را پروردگارش، بکلمات بچند کلمه آموختاندش، فأتمهن اونا را تمام کرد تا آخر ترجمهش. آل در اینجا شاهد چیست؟ استدلال ما به چی هست؟ میبینیم که مرجع ضمیرها در رتبه کلمه ابراهیم است. در رتبه کلمه ابراهیم است که از نظر لفظ قبل از این واقع شده، اما از جهت ترتیب جمله به علت مفعول بودن در رتبه ما بعد ضمیر ذکر شده که مضاف الیه فاعل است.
که مضاف الیه فاعل است. و اذ ابتلا ابراهیم ربه، رب فاعل است، رب فاعل است. هو برمیگرده به ابراهیم. ابراهیم مفعول بهی واقع شده. ابراهیم مفعول بهی واقع شده. پس از این جهت ابراهیم مرجع ضمیر هست، مفعول واقع شده. رب فاعلش هست. پس هو برمیگرده به مسمایش که ابراهیم هست. باز قاعده را تکرار میکنم، این قاعده کمی سخت هست. ممکن است که مرجع ضمیر در لفظ پیش باشه و در رتبه پسان باشه. در لفظ پیش باشه و در رتبه پسان باشه. چی معنا؟ یعنی فاعل همیشه در جمله از مفعول کرده مقدم می باشه، پیش می باشه. خود در اینجا که سائل می کنیم ابراهیم مفعول است، ربو فاعل است، ربو فاعل است. هو بر می گرده به ابراهیم که مفعول واقع شده، مفعول واقع شده. اما در اینجا در رتبه هرچند متقدم هست که ابراهیم هست، اما در اصل این متأخر است. فهمیدین؟ جیم، ممکن است مرجع ضمیر هم از جهت رتبه و هم از جهت لفظ متأخر باشد، پسان ذکر شده باشد. ممکن است مرجع ضمیر هم از جهت لفظ و هم از جهت رتبه در هر دو صورت متأخر باشه، پسان ذکر شده باشه. و این نوع به اتفاق علما جایز نیست. اولش به اتفاق جایز بود، دومش هم مثال داشتیم درست بود، و سومش ای درست نیست. ای درست نیست. وقتی که ناجایز است در قرآن هم مثالهای ازیر ما نداریم، نیست. در قرآن این نوع ارجاع وجود نداره. لذا برای مثال به بیت از حسان ابن ثابت علما اشاره کرده، اما در قرآن کریم مثالش دیده نمیشه. ولو ان مجدا اخلد الدهر واحدا من الناس ابقى مجد الدهر مطعما. ضمیرها در مجد که مضاف الیه فاعل است و مطعم برمیگرده، از جهت لفظ بعد از آن قرار گرفته است و از جهت رتبه نیز امیت شده. گفتیم کی به خاطر که نارواست مثالش نیست. اما جاهایی که اگر ما در قرآن می داشته باشیم او را نمیگیم که اینجا از جهت لفظ و از جهت رتبه متأخر شده، بلکه اتو ضمائر باز ما در قرآن به نام ضمیر شأن داریم، به نام ضمیر شأن داریم. مثل قل هو الله احد، قل هو الله احد، بگو که الله یکتا هست. آلی هو ضمیر غائب هست، مرجعش باید پیش از او ذکر باشه که نیست. مرجعش بعد از هو است، بعد از ضمیر که الله هست. پس هم تو ضمیر ما میگیم ضمیر شأن هست. قل بگو هو شأن سخنی است. الله شأن الله است که احد تنهاست، تنهاست، به همتاست. و یا هم مثل که الله قدوس می فرماید واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمین. سوره انبیاء آیه 97. نزدیک شد وعده پروردگارت به حق، فاذا هی شاخصتون، هی ضمیر هست، شاخصتون فاعل واقع شده که باید قبل از ضمیر هی باشه. ابصار الذین کفروا، چشمهای کسایی که کافر شدن. چی میگن؟ یا ویلنا، ای افسوس به ما، قد کنا، به تحقیق بودیم ما در دنیا، فی غفلت من هذا، در بسیار غفلت بودیم ما، ترک عمل بیروز کرده بودیم، بر روز آخرت آمادگی نگرفته بودیم. بل کنا ظالمین، بلکه ما ظالم شدیم.
پس در اینجا هم هیه که آمده، اینجا هیه را ما بر میگردیم به شاخصه، به خاطر که فاذا هی وعد الحق پیش از این ضمیر نیست و به مو خاطر میگه که اضمار ضمیر قبل از ذکر در زبان عربی ناروا هست. مراجع ضمیر غائب کدام ها هستند؟ یک، ممکن است مرجع ضمیر اسم صریح باشه، واضح آشکار ذکر باشه و قبل از ضمیر واقع شده باشه و قبل از آن واقع شود. این حالت اصلی است که غالبا مورد استفاده قرار میگیره. سوره هود آیه 42 بر ما میگه و هی تجری بهم فی موج کالجبال و نادى نوح ابنه. خوب سعی کنین که تکرار به این خاطر کردم که فقط هدف تا کلمه نوح و ابنه است. و کان فی معزل یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. و همی کشتی میرفت فی موج، در موجی از بحر، کالجبال، مانند یک کوه. در این وقت آواز کرد نوح ابنه، بچیش را. و کان بود بچیش کنعان فی معزل، که دور خدا گرفته بود. برش گفت یا بنی، ای بچه ما، ارکب معنا، بیا امرای ما در کشتی سوار شو، ولا تکن مع الکافرین، اگر سوار نشی از جمله کافرها میگردی و کافرها در این روز غرق میشه. پس در اینجا ابنه، هوی که در ابنه هست این مرجع میخواه. پس گفته بدیم حالت اول امیست که اسم یا مرجع ضمیر اسم صریح باشه. اسم صریح نوح هست. و نادى نوح ابنه، بچه نوح را آواز کرد. و یا هم قسمی که الله عز و جل می فرماید و اذ قال ابراهیم لابیه، سوره انعام آیه 74. وقتی که گفت ابراهیم لابیه، هی به کی راجع است؟ با ابراهیم، جزاک الله. و ابراهیم اسم صریح است. واللاتی یأتین الفاحشة منکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، سوره نساء آیه 15. علیهن، حالا شما پرسان میکنم علیهن با کی راجع است؟ میگه واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم. علیهن ضمیر غائب جمع هست. با کی راجع است اینجا؟ کی هست اینجا؟ با نساء، جزاک الله. و نساء اسم ظاهر آشکار و صریح است. از این قبیل همین سه مثالش بس ماست، زیاد هست. دو، ممکن است که مرجع ضمیر صریح نباشه. ممکن است که مرجع ضمیر با صراحت ذکر نباشه، مگر قبل از ضمیر لفظ وجود داشته باشه که متضمن مرجع ضمیر باشه. ممکن است که مرجع ضمیر با صراحت ذکر نشه، مگر قبل از ضمیر لفظ وجود داره، کلمه وجود داره که متضمن مرجع ضمیر میگرده. میم در قرآن کریم سوره مائده آیه 8. قرآن کریم میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى.
واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای کسایی که ایمان آوردین، شما شوین قوامین، قایم کننده ها به عدالت، خاص برای الله گواه باشین به عدل و انصاف، و شما را منع نکنه شنآن قوم، امو جایگاه و منزلت یک قوم، علا به ای که الله تعدیلوا، شما عدالت نکنین، بلکه اعدلوا، شما عدالت کنین، هو اقرب للتقوی. پس هو به چی راجع هست؟ ای جزا به چی؟ کی گفت تقوی؟ بگو الان یاد بگیریم کل ما. کی گفت تقوی؟ با تقوی نیست، خواه با عدالت است. اعدلو، در اعدلو مصدرش میگیریم، از اعدلو مصدرش میگیریم که امی عدالت که هست بسیار نزدیک است به تقوی. درست؟ پس اینجا هرچند لفظ عدالت خودش صراحتا عدالت مصدرش ذکر نیست، ولی لفظ ذکر هست که دلالت به مرجع ضمیر میکنه. دلالت به مرجع چی میکنه؟ ضمیر میکنه. مرجع ضمیر هو است، به عدل برمیگرده که فعل امرش اعدلو هست، و این متضمن دلالت میده که اگر بخواهیم مرجع ای را صراحتا بگیریم، پس میگیم که علیکم بالعدل فانه اقرب للتقوی. علیکم لازم است به شما به عدالت، به خاطر که اینمی عدالت بسیار نزدیک میکنه شما را به تقوی. 3. گاه میشه که مرجع ضمیر به صراحت قبل از آن قرار نداره، مگر چیزی قبل از ضمیر آمده که التزاما بر مرجع ضمیر دلالت میکنه. گاه مرجع ضمیر به صراحت قبل از ضمیر، قبل از آن یعنی قبل از ضمیر قرار ندارد، لیکن چیزی قبل از ضمیر آمده است که التزاما به مرجع آن دلالت میکنه. مثال به هر کدامش انشاءالله مثال داریم. سوره بقره آیه 178: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ای کسایی که ایمان آوردین، فرض شده بالای شما قصاص در قتل، آزاد در مقابل آزاد، و عبد غلام در مقابل غلام، زن در مقابل زن. خب سعی کنین خودتان طرف میفهمین. فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه ضمیر است. الیه ضمیر است. ای به کجا برمیگرده؟ این طرف الیه به کجا برمیگرده؟ خلیل الیه برمیگرده به عفیه. به چی؟ به عفیه برمیگرده. فمن کسی که عفیه عفو کرد اینمی از برادرش شیء چیز را، هو اقرب فاتباع بالمعروف، پس پیروی بکنه به معروف به طریقه نیک، و اداء الیه به احسان، و اداست برازی به احسان بنیکی. پس الیه برمیگرده به کی؟ با عفیه. مرجع ضمیر ها در الیه در آیه مذکور نیست، مگر کلمه عفیه که به شکل مجهول یاد شده با التزام
بر شخص عفو کننده دلالت میکنه که از قصاص هست که مرجع ضمیر در او مذکور دلالت میته. 4. گاهی ممکن است مرجع ضمیر اسم صریح بیاید که در لفظ متأخر است اما از جهت رتبه متقدم می باشه، پیش می باشه، مثل که پیش تیر شد. 5. گاهی ممکن است مرجع ضمیر در لفظ پیش باشه ولی در رتبه متأخر باشه، مثل که پیش گذشتی هم. 6. میشه که مرجع ضمیر جمله متأخر باشه و قبلا بیان شد که فقط ای در ضمیر شأن مثل قل هو الله احد. 7. و همین قسم ممکن است که مرجع ضمیر مذکور نباشه مگر لفظ متأخر به ای دلالت میکنه، مثل که الله علیم و حکیم میفرماید که فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حینئذ تنظرون، آیه 83 سوره واقعه. پس در اینجا مرجع ضمیر در بلاغت مستتر است. مستتری معنا که مذکور نیست، ذکر نیست، که او روح می باشه که می تواند ای استتار، ای پنهان بودنش را از کلمه حلقوم آدم پیدا بکنه و در رتبه و در نتیجه تقدیر آیه میشه که فلولا اذا بلغت الروح الحلقوم، فلولا اذا بلغت الروح. پس در بلغت هیه را مستتر میکنیم و هیه را بر میگردانیم به روح. هر وقت که برسه روح انسان در حلقوم و انتم حینئذ تنظرون. 8. امکان داره که مرجع ضمیر در لفظ ذکر شده باشه مگر سیاق کلام و حال گفتار به او دلالت کنه. سیاق کلام و حالت گفتار به او دلالت میکنه. قرآن کریم در سوره رحمان میفرماید که آیه اغلبا 36 هست، کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. در کل من علیها فان در اینجا گپ هست. آل ضمیر ها در علیها بر میگرده به ارض. در اینجا ارض ذکر هست؟ نه، ذکر نیست. علیها ها بر میگرده به ارض خو نیست، ولی ارض ما از قرینه، از دلالت در اینجا پیدا میکنیم. یعنی کل من علی الارض فانون، هر چیزی که بالای زمین هست از بین رفتنی هست. و مثال از این در جاهای دیگه هم بسیار زیاد است. قرآن کریم میگه که انا انزلناه فی لیلة القدر، ولی در اینجا قرآن کجا ذکر هست؟ ولی از انزلناه همه مفسرین اتفاق دارن که معنای چی هست؟ قرآن است. از لفظ ما میفهمیم، هرچند صراحتا ذکر نیست، ولی مرجع ضمیر از لفظ ما گرفته میتانیم. 9. گاه مرجع ضمیر به لفظی که به ما قبل آن واقع شده بر میگرده مگر معنای آن مقصد نیست. گاه مرجع ضمیر به لفظی که ما قبل آن واقع شده بر میگرده مگر اینمی معنای ازی مقصود نمی باشه. مثلا قرآن کریم میگه که و ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب.
و ما یعمر من معمر و عمر داده نشد هیچ عمر داده شده ای که عمرش دراز شده، ولا ینقص من عمره، از عمر کسی هیچ چیز کم هم نشد. آلی من عمره گپ سری هیست، های ضمیر برمیگرده و چی؟ بلفظ معمر، بلفظ معمر. مگر مقصود از این معمر اولی نیست، مقصودش معمر اولی نیست، بلکه معمر دیگری هست که عمر او کمتر از معمر اولی هست، عمر او کمتر از معمر اولی هست. زمان مرجع ضمیر معنای کلی مفهوم از معنای جزئی مذکور قبل از ضمیر هست. باز میگم گاهی میشه که مرجع ضمیر معنای کلی شوه، یعنی ذکر نیست، یک معنای کلی را مرجع ضمیر ما قرار میتیم. مفهوم و از معنای جزئی مذکور قبل از ضمیر است، قبل از ضمیر باشه. میبینیم قرآن چی میگه بر ما؟ یستفتونک، آیه اخیر سوره نساء 176. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين. گپ سر کانت هست. پرسان میکنن ای پیامبر علیه السلام تو را در مورد کلاله که چی هست؟ قل الله، بگو که الله شما را فتوا میته در مورد کلاله. کلاله کسی هست؟ ان امرؤ، شخصی که هلک ای مات، وفات کرد، لیس له ولد، اولاد نداشت، اصول نداشت، وله اخت، یک خواهر داشت، اخت، فلها نصف ما ترک، برامی خواهر نصف ترکه میرسه، و هو یرثها ان لم یکن لها ولد، و میراث میبرامی کلش میگیره در صورت که هیچ اولادم نداشته باشم. فإن کانت، اگر بود، چی بود؟ اخت که پیش ذکر شد. پس از مفهوم از این ما میگیریم که فإن کانت، اگر بود اینمی اختین، به خاطر یک میگه فإن کانت اثنتین، اگر دو تا بودن، اثنتین مؤنث است، اونجا اخت ذکر شده بود، برمیگرده و کی؟ با اخت. جزاکم الله خیر. ضمیر مثنا در کانت مرجعش به صراحت در آیه ذکر نیست، مگر میتوانه با استفاده از سیاق کلام و کلمه اخت دریافت شد که مقصودش دو خواهر میشه. 11 ممکن است که ضمیر مفرد و مرجعش جمع باشد. ضمیر مفرد و مرجعش جمع باشد که به طور کلی به او مفرد دلالت میکنه. ممکن است ضمیر مفرد باشه، تنهاست، و مرجعش مگم یک جمع است، جماعت هست. چه قسم جماعت؟ که به مفهوم کلی ازی اونمو مفرد دلالت داره. مثال میگه بته و آتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنیئا مریئا. شما بتین به خانمهایتان امو مهرهایشان را به طریقه نیکو، خوبی. فإن طبن لكم، اگر اونا تیر شدن، گذشت کردن، بخشیدن به شما، عن شیء، از یک چیز، منه، از چی؟ مهر کجا ذکر است؟ اونجا صدقاتهن که جمع ذکر شده بود، پس میشه مرجع مفرد چی باشه؟ جمع کلی باشه، جمع
کلی باشه. جزاکم الله. که ضمیر در منه بر میگرده به کلمه صداق که صدقات مفهومش است و سر مفرد آمدن ضمیر از این است که هنگام بخشیدن ممکن است که این صداق زنکه کلش ببخشه و یا هم کمش ببخشه. قرآن میگه منه، یعنی اگر کمکشم به تو بخشید در این حالت شکر بکش، اگر کلش بخشید که گفت هیچ ازت نمیگیرم خب په ها صحیح. میگه بیکاری است ماش نیست خلاص، میگه کل مهر برات بخشیدم خلاص برو. باز شما هم فکلوه هنیئا مریئا، بخورین دیگه نوش جانتان که براتان بخشید قروت واره. خب به شرط که ببخشه. بعضی وقتها 12، بعضی وقتها مرجع ضمیر را میتوان از کلمه به دست آورد که ملابس به آن باشد. بعضی اوقات میشه مرجع ضمیر را از کلمه به دست بیاریم که ملابس به آن باشد، یعنی هم قسم با او باشد. ملابس هم قسم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. سوره نازعات آیه 46. حالا در اینجا میبینیم که عشیه لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. این عشیه ضحا نداره، عشیه ضحا نداره مگر روزی که در او عشیه است ضحا هم می باشه. اما روزی که باشه روز شب هم داره نه. خو اینجا عشیه را ذکر کرده ضحا را ذکر نکرده. پس معنای آیه اینطور میشه که لم یلبثوا الا عشیه و ضحا یومها. و ضحا و روز چاشت امو روزش ضحا چاشت میگن. 13. ممکن است ضمیر در یک جا به لفظ سابق خود برگردد و در مورد دیگری به معنایش. ممکن است ضمیر در یک جا به لفظ گذشته به لفظ سابق برگرده و در جای دیگه باز به خود لفظ نه بلکه به معنایش برگرده. به چی؟ به معنایش برگرده. قرآن کریم در سوره بقره آیه 8 میگه و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. اصلا تعداد از مردم کسانانی که یقول میگویند آمنا ما ایمان آوردیم به الله و به روز آخرت و ما هم بمؤمنین نیستن ایشان از جمله مؤمنین که منافقین هستند. آله دلیل ما یا استشهاد ما در اینجا چی هست؟ ضمیر هو، ضمیر هو، ضمیر هو در یقولو به لفظ من میگرده و من الناس من یقولو هو مستتر است. هو چی است؟ مستتر است. به لفظ من برمیگرده و ضمیر هم به معنایش برمیگرده. ضمیری که در یقولو هست یقولو هو برمیگرده به لفظ من کسی که و من الناس بعضی از مردم و ضمیر هم که در اینجا ذکر هست برمیگرده به معنای از او. از چی خاطر؟ زیرا من در لفظ مفرد اما در اینجا جمع هست. من هرچند در لفظ مفرد است ولی در اینجا ما جمع میگیریم به خاطر که یک نفر نه تعداد از مردم ها هستند. یک نفر خود نبود، تنها عبدالله ابن ابی ابن سلول نبود که میگفت، یک جماعی بود تعدادی بود. دیگه ایش معرفه و نکره هست. خیر بیاز خود تفریح میکنیم، صبر میکنیم، میشه که اگر تا او وقت برقا هم به درست